سلام. امروز میخوام براتون مرغ ترش خوشمزه رشتی بپزم. پس تا آخر ویدیو با ما باشید. در اول کار تیکه های مرغ و کمی نمک و زردچوبه و فلفل مزه‌دار کنید و خوب ورزشون بدید و بعد بذارید نیم ساعت داخل یخچال بمونه. حالا میتونید اونا رو سرخشون کنید در حدی که فقط سفید بشه. هر طرف 5 دقیقه اگه بذارید عالی میشه. حالا لپه‌ای که از شب قبل خیس خورده رو میذاریم جدا 1 ساعت بجوشه که نرم بشه. مرغ ها رو برگردونید که اون ورش هم کمی سرخ بشه. همون 5 دقیقه اگه بذارید خوب. 3 حبه سی رو میگیریم ساتوری میکنیم و با کمی روغن و زردچوبه سرخشون میکنیم. زیاد نذارید سرخ بشه که باعث تلخ شدنش میشه. وقتی که سرخ شد 2 قاشق نعنا خشک اضافه کنید. اونم 30 ثانیه تفت بدید. بیشتر از این طول ندیم که تلخ میشه. وقتی آب لپا کم شد مرغا رو بهش اضافه میکنی. حدود 100 گرم سبزی سرخ شده مخصوص مرغ ترش اضافه میکنی. بعد سیر داغ اضافه میکنیم و در آخر 1 لیتر آب میذاریم 1 ساعت دیگه بجوشه. تو این وقت هم میریم سراغ پلو که اگه دمی باشه اونم با برنج هاشمی عالی میشه. کمی نمک و آب حدود 1 بنده انگوش از برنج بالاتر باشه. برنجمون داره آماده میشه. بعد از حدود 50 دقیقه 1 قاشق رو اونم به دلخواه بهش اضافه میکنیم. کمی نمک، کمی فلفل و میذاریم 10 دقیقه دیگه بجوشه. در آخر کار مقداری آب لیمو اضافه میکنیم و تمام. ممنون که با ما بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره.